با ما باشید تا با تمام سنگ‌های ساختمانی امروز با هم تک به تک آشنا بشیم. اول سنگی که با هم بررسی می‌کنیم پرطرفدارترین سنگ حال حاضر بازار ایرانه و اونم چیزی نیست جز تراورتن. تراورتن یکی از دسته‌های سنگ‌های رسوبیه و این رسوبات که در طی میلیون‌ها سال شکل گرفته رو داخل خود طرح سنگ هم شما می‌تونید ببینید. علت‌های زیادی داره که این سنگ طرفدار خاص خودش رو در بازار ایران داره. علت دیگه‌اش تخلخلی که داخل سنگ ما داریم. با توجه به نوع نماکاری ایران این تخلخل‌ها باعث میشه که نفوذ بهتری سیمان داخلش داشته باشه و سنگ شما روی نما بهتر حفظ بشه. مقاومت خیلی خوبی تو آب و هوای سرد و گرم هم داره. به خاطر همین دلیل هست که یکی از پرطرفدارترین سنگ‌های حال حاضر بازار ایرانه. تراورتن انواع اقسام برند هم داره که تو ویدیوهای بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد. سنگ بعدی مورد بررسی ما سنگ مرمریت هست. یکی از سنگ‌های بسیار عامه پسند برای نمای داخل ساختمان. مقاومت خیلی خوبی داره ولی معمولا سنگ تراورتن رو برای نمای بیرونی استفاده می‌کنن. به خاطر دلیلی که داخل خود پست تراورتن بهتون گفتم. سنگ مرمریت فشار خیلی زیادی در طی میلیون‌ها سال بهش وارد شده. تخلخل خیلی کمتری داره. مقاومت خوبی هم داره ولی معمولا به خاطر زیبایی خودش، به خاطر این طرح‌های زیبایی که روی سنگ هست، روی نمای داخل و کف استفاده میشه. سنگ بعدی که بررسی میکنیم ترامیت هست. جنس این سنگ آهکیه. طی رسوبات آهکی که داخل دریاچه‌ها و اینها بوده شکل گرفته. تراکم کمی داره، تخلخل کمی داره، به نسبت مرمر کم بیشتر، به نسبت تراورتن کمتر تخلخل داخل سنگ. جنس آهکی جالبی داره و معمولا این سنگ واسه کادربندی نما استفاده میشه. تخلخلش هم میتونید داخل خود سنگ اینجا مشاهده بکنید که معمولا ضخامت سنگ رو بیشتر میگیرن که مقاومت بهتری رو ارائه بده. سنگ بعدی ما سنگ چینیه. یکی از مقاومترین سنگ‌های حال حاضر. بسیار مقاومت بالایی داره، تراکم بسیار بالایی داره، طرح و نقش خیلی زیبایی داره و یکی از مقاومترین سنگ‌های بازار ایران و خیلی مورد علاقه بنده هم هست. حتما توصیه می‌کنم که نماتون استفاده بکنید. نمای بسیار لوکس و لاکچری رو به شما ارائه خواهد داد. تخلخل سنگ هم بریم با هم ببینید. ببینید که هیچ گونه نفوذی رو نداره. این سنگ گفتم مقاوم ترین سنگ به آب و هوای سرد و گرم داره و به هیچ عنوان نفوذ آب رو داخل خودش نداره. برعکس ترامیت که مقدار به آب حساسه، این سنگ به هیچ چیزی حساس نیست. یعنی توی سخت‌ترین شرایط این سنگ میتونه مقاومت خودش رو به شما نشون بده. و در نهایت سنگ آخر گرانیت، مقاومترین سنگ ممکن در طبیعت در حال حاضر برای نما. البته
این سنگ حاصل یخ زدن یا اصطلاحاً خنک شدن ماگمای آتشفشان هاست که با توجه به اندازه کریستال های اون میتونیم تشخیص بدیم که ماگما طول کشیده سرد شده یا سریع سرد شده، که در این مدل شما سرد شدن سریع گرانیت رو میتونین ببینید. مقاوم ترین سنگ بازار ایران، تخلخلم نداره. و در نهایت ممنون میشم ما رو دنبال بکنید و از محتویات پیج استفاده بکنید تا بتونید بهترین نوع سنگ نما رو با شما آشنا بکنید تا در نماهاتون بتونید بهترین سنگ رو کار کنید و بهترین خرید رو هم داشته باشید. متشکرم. من فرزان توسلی، کارگزار سنگ نمای شما هستم.